بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. در این آیه شریفه یک سآلی صحابه در یک غزوه‌ای در آخر جمادی الثانیه بودن و اونها فکر کردن که روز آخر جمادی اول رجب شده و رجبی که از ماهای حرامه و اعتراضی از طرف مشرکین و ضربه دیدگان وارد شد که چطوره که ما در ماه حرام از ما قتلی رخ داد و جنگی. الله سبحانه و تعالی جواب داد که بله، در ماه حرام چه رجب باشد یا ماه دیگر، مراد از شهر حرام جنس ماه حرام جنگ چیز بزرگی از نظر گناه، لیکن این مقتضیات قتال اکبرن، او بزرگه لیکن ها اکبرن. سوال میکنه از شما پیغمبر ناجب ماه حرام، این مبدل منهوه، یعنی قتال فیه بدل اشتماله که در ماه حرام جنگ چه حیثیتی دارد؟ قل شما در جواب بگی که قتال در ماه حرام واقعا بزرگه از نظر گناه. از نظر گناه قتال بزرگه، لیکن اینها که مقتضیات قتالن اکبرن، بزرگترن. و صد عن سبیل الله، از راه خدا مانع شدن، که کفار از راه خدا مانع می شوند. صد عن سبیل الله و کفر بهی، وجه دوم قتال، و کفر به الله، کفر به فرمان الله، و همچنین صد از مسجد حرام. ببینی بل مسجد الحرام عطف بر سبیل، مانع شدن از راه خدا و همچنین از مسجد حرام و کفر به الله، این ستا، و اخراج اهلی منه، و خارج کردن و اخراج کردن اهل مسجد حرام را از مسجد حرام که پیغمبر و صحابه باشند، همه اینها اکبرن از نظر گناه نزد خدا. اگر با این کفار قتال نکنن شما را از مسجد حرام مانع میشن. شما با این کفار قتال نکنید اینها کفر را اشاعت میکنن، اون هم در بهترین بقعه و زمین. بله قتال کبیره، لیکن صد عن سبیل الله و صد از مسجد حرام و کفر به دستورات الهی و همچنین اخراج اهلی، اینها اکبر، اینها همه مقتضیات قتال است نزد خدا. و باز از همه والفتنة اکبر من القتل، شرک، کفر، بدعت کبیرتر از قتل هستند. اگر شما با کفار قتال نکنید، کفار با شما همیشه قتال میکنند. شما با کفار جهاد نکنید، کفار با شما جنگ میکنند. لا یزالون، همیشه میمانند کفار، قتال میکنند با شما تا اینکه شما را رد کنند از دین شما، اگر استطاعت داشته باشند. الان گوش و این کافرهای زمان ما، اینها به خاطر چی می جنگند؟ که ما مؤمنیم، ما اظهار ایمان میکنیم، ما خود را مثل آنها لخت نمی کنیم، ما مثل آنها نعوذ بالله هر جایی نمیشیم، به این خاطر اینها با ما قتال میکنند.
و خدا خبر داده لا یزالون یقاتلونکم، شما قتال نکنید آنها با شما قتال میکنند. پس بهتر اینه که شما نگذارید آنها غلبه کنند، شما قتال کنید تا دم و شوکت اینها بیاد پایین. همیشه میمانند کفار. این علت پنجم قتاله. قتال میکنن با شما تا اینکه شما را رد کنن از دین شما، اگر طاقت داشته باشند، اگر قدرت داشته باشند. و من یرتد منکم، ببینید مرتد شدن و از دین برگشتن و به کفر تمایل پیدا کردن ضرر به شما برمیگردد. هر کسی برگردد از دین، از شما، از دین اسلام، دین حق مرتد شود، روش و آیین و اعتقاد کافری در خودش جا بدهد و بمیرد در حالی که همینطور کافر است، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة، پس اینها نابود اعمالشان هم در دنیا هم در آخرت. حتی نکاحشون با مؤمنه قطع میشه، جنازه بر آنها خوانده نمیشود. و ثمره کفر جهنم، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها همیشه تو جهنم میمانند، صاحبان جهنم. بشارت ان الذين آمنوا، آنهایی که ایمان میارند، یعنی همه دستورات الهی را میپذیرند، این اعتقاده. و عملوا الصالحات، و الذين هاجروا، و آنها این عمل صالح که هجرت به خاطر خدا هجرت میکنند و این عمل صالح که جهاد میکنند در راه خدا، اولئک یرجون رحمت الله، اینها باید امید رحمت های الهی را داشته باشند. اولئک یرجون رحمت الله، این خبر یرجونه به معنی امره، یعنی امید رحمت های الهی را داشته باشند. و خدا غفور و رحیم است. کوتاهی مجاهدین را و کوتاهی غزات فی سبیل الله را الله وعده کرده. اول من گناه مجاهد را میبخشم، لأکفرن عنهم سیئاتی، بعد ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار. بی خاطر قرآن عظیم الشان در جهاد سروران گرامی هم نفع هست هم ضرر. در جهاد چیه؟ هم نفع هست هم ضرر هست. ضرر جان میره، مال میره، خانه تخریب میشه، از خانم مزرعه بین میره، اینها ضرر هست. و منفعت هم هست، پیروزی و سربلندی و اطلاع دین خدا و حاکمیت شریعت غرا و این خوبی هاش هستند. الله سبحانه و تعالی می فرماید در دنیا چیزی نیست که در آن نفع و ضرر نباشد، لیکن به خاطر نفع بزرگ ضرر کوچک تحمل میشه و باقی به خاطر نفع کوچک اگر کسی ضرر را متحمل نشود او ضرر میکنه. حالا مسائل زوجه که هم در آنها نفع هست و هم ضرر الله تعالی به عنوان نظیر بیان میکنه. ببینید هر کسی که تجارت میکند، هر کسی که کشاورزی میکند و هر کسی که دامداری میکند یک سری ضررهای متحمل میشه. کشاورز خستگی، ماندگی، هزینه دارد یا ندارد، لیکن به خاطر اون نفعی که پشت سر مترکب هست که بعد از 6 ماه من 4 کیلو زعفران به دست میارم، الان اگر چه کمر من درد میکند، دست من خسته است، باید در موقع سردی برم این محصول را جمع کنم. خب به خاطر اون منفعه این ضررها را متحمل میشه. دامدارها کذا، دامه ها را پرورش میده که محصول دامه ها را به دست بیارد، مثلا نسلی به دست بیاید، شیری به دست بیاید، پشم و مو و کرکی به دست بیاید. چقدر زحمت میکشه مردم به خاطر اون منافعی که در نظره، این همه زحمات را میکشن. تجارت را نگاه کنید، تاجر چقدر زحمت میکشه، صبح که میره زن میگذاره، بچه را میگذاره، استراحت را میگذاره تا ساعت 12 دهن دکان مغازه بازه،
و چشمش به راه این آقا و اون خانمه که کدوم تشریف میارد و 4 قران معامله میکند و برای من در 4 قران 1 قران سود به دست میاد. مشکلات مردم تحمل میکنند. شاید چند روز یک مغازه در بره، مغازه را باز کنه و هیچ معامله ای نشود، 1 روز ماشاءالله بیاد چند میلیون معامله میشه. به این خاطر سروران گرامی الله تعالی یک سری مسائلی ذو جهتین بیان میکنند که در آنها هم نفع هست و هم ضرر. گاهی به خاطر ضرر بزرگ نفع کوچک را هم انسان در نظر نمیگیره. ضرر بزرگه، نفع کمه. خب لحظا برای این که از اون ضرر بزرگ نجات کند، اون منفعت کوچک را هم هیچ لحاظ نمیکنه، ویلش میکنه که ضرر دفع میشه. مثلا شراب، قمار، یک سری نفعای تویشون هست. اون شرابی ها میگن سودی برش هست. باز ضررش چیه؟ انسان نشه میشه و از مقام انسانی خودش میره پایین، هوش نداره. به این خاطر برای رفع اون ضرر اون منافع کوچک را باید نادیده گرفت. یا قمار، خب یکی برد میکنه یکی شکست میخوره، اونی که برد میکنه پولدار میشه و اونی که شکست میخوره برایش دشمن میشه. الله تعالی میگه برای این که تو پولدار بشی 1000 نفر با خود دشمن میکنی، فردا اینها رنگ میشن میان تو را میکشن. همه ثروت ما را بردی والا ما حیرانی. بین این خاطر مرتبه اول در صدر اسلام سروران گرامی هم شراب مباح بود و هم قمار. این خاطر سوال میکردن یسالونک عن الخمر والمیسر. دفعه اول برای اینکه اینها ترک عادت بشن حکم آسان آمد. قل شما در جواب بگید فیهما، در خمر و در میسر اسم کبیر، گناه بزرگی هست. که شرابی و قمارباز وقتی کسی برد میکند مال دیگر را مجانی برده و اون هم برای دشمن میشه دیگر. ولذا شرابی هم که نشه میشه خدا بداند دست به چه خرافاتی بزنه، ولذا برش دشمن پیدا میشه. بر ناموس کسی، بر زن کسی، بر دختر کسی حمله میکنه، یا نعوذ بالله کسی را ناسزا میگه، فحش و ناسزا میگه. لذا این ضررهاش گناه بزرگی هست. و منافعهم للناس، بعضی منفعت برای انسان است، منفعت بدنی دارد، لیکن فرمود اسمهما اکبر من نفعهم، گناه اینها بزرگتر از نفع هست. لذا برای نفع قلیل شما گناه بزرگ را مرتکب نباشید. پس باید اون گناه بزرگ را از او اجتناب بکنید و این نفع کوچک را نادیده بگیرید. بله در جهاد هم سروران گرامی ضرر هست، لیکن فایده هست. فایدهش از ضررش بیشتره. بی خاطر این ضرر کوچک را باید شما متحمل بشید برای حاصل کردن اون فایده. کذالک ها. خب این مسئله اول ذو جهتین هست، ذو وجهین نمیگن. باز مسئله دیگر خرج کردن مال خود را بدون عوض به دیگری دادن، ضرریه دیگه. لیکن چون میدهد به دیگری از یک حیثیت که نیاز دیگری برطرف میشه و از یک دیگری که به خاطر خدا میدهد، خب این ضرر را باید تحمل کنی تا کسی دیگر به فیض برسد و همچنین خدا از تو خوشنود بشه. برای حاصل کردن رضای الهی که الله را راضی بکنی این ضرر انفاق را باید تحمل کنی. ضرر به نسبت اون فایده ای که بر منفق میرسد یا بر منفق علیه یک فایده میرسد و او تا زنده باشد دعاگو میشه و خود را ممنون احسان میداند و برای تو دعا میکند، لحاظا اون نفع خیلی بالاه. این ضرر را باید تحمل کنی تا به اون نفع برسی. الله خوشنود میشه، یک نوع تو به نوا میرسد، نیازش برطرف میشه. این خاطر باید شما
آنچه که اضافه شه از حوایج اصلی شما هست، از خانه و کاشانه و از خرج خودت، لحظه اونه انفاق کن. یسألونک، سوال میکنن که چه مقداری خرج کنن، چون در یک سالی بود اونجا بود که چه مقداری و در کجا خرج کنن. در جواب اول داد که مصارف را بیان کرد، هر مقداری خرج میکنی در این مصارف خرج کن، والدین، اقربین، یتاما، مساکین، ابن سبیل. اکنون میگه آنچه اضافه است خرج کن. بگو الاف معنی محفظ عن حوائجکم، از حاجتهای شما اضافه اند. حاجت اصلی هر انسان الله تعالی مسکن را کرده در دین اسلام، سواری را کرده، سواری مسکن، و حتی در دین اسلام خادم، خدمتگار هم از حوائج گفته شد. اینها حوائج اصلی اضافه خرج کن. بگو الاف به معنی ای محفظ عن حوائجکم. کذالک، از نفع بیان میکند برای شما الله تعالی آیاتش را تا شما تفکر کنید، بدانید مازاد را خرج کنید به سود شما. از اینکه خزانه کردید فردا میمیرید، همه میرن یا زیر خاک میرن، و یا اینکه دوزد آنها را میبره، و لحاظ شما ضرر. شما تفکر کنید، آیات را الله تعالی بیان میکند، هم در امور دنیایتان فکر کنید و هم در امور آخرت فکر کنید. بله در دنیا کسی که مالش را میدهد ظاهرا ضرره، لیکن چون در آخرت به شما یک به 10 میرسه، یک به 700 میرسه، و خدا خوشنود میشه و غضب خدا خاموش میشه، این دیگه برای شما سوده. الله تعالی میگه من این آیات را برای شما بیان میکنم، جهاد ثمرش را نگاه کنید، در دنیا چه ثمره دارد. کفر بر شما غلبه نمی کند، جان شما محفوظ میماند، ناموس شما محفوظ میماند، خود شما از نحوست شرک محفوظ میمانید. ورنه کافر وقتی غلبه کرد تو را، فرزند تو را، زن تو را، فامیل تو را، نسل تو را آخر کافر میکند. شما ضرر میکنید در دنیا و آخرت. لحظا هم در دنیا فکر کنید که جهاد چی سودی دارد و انفاق، و هم در آخرت تنها در یک بات فکر نکنید. خدا به مؤمن دستور داده که تتفکرون فی الدنیا و آخرت، هم در باب دنیا فکر کنید و هم در باب آخرت فکر کنید. منفعت را فقط در دنیا نبینید که اون چشم کافر است، فقط دنیا میبینه، آخرت را کافر هیچ نمیبینه، ثمره انفاق را او در آخرت نمیبینه. باز مسئله سوم دو وجهین است. یتیم مالش یک جا بکنی خرج کنی، احتمال دارد بیشتر از یتیم ما بکنی. جدا کنی، از یتیم ما آزاده. 2 یتیم هست، برایشون بیگی جدا بپسی، نان جدا بپسی. خب یک روز میخوره یک روز نمیخورد، معیار که نمیداند انسان، طبیعت را هم نمیداند، یک نوع حرجیه. الله تعالی فرمود اصلاح یتیم را شما در نظر بگیرید. خب یتیم هم پرورش دادن یک نوع ضرری و یک نوع منفعتی دارد. یتیم برادر زاده تویست، 5 برادر زاده کوچولو داری، حالا امروز رنج اینها را میکشی، زحمت میکشی برای اینها و از آنها ظاهرا هیچ سودی به تو نمیرسد، لیکن فردا تو برای اینها زحمت کشیدی، خدمت کردی، اینها بزرگ شدن و لحاظا خود را ممنون احسان عمو میدانند، فرزند عمو میشه. در خدمت عمو اون برادر زاده که در کوچکی خدمت ببیند کوتاهی نمی کند. یا حتی مثلا یتیم همون بچه را میگن که به سن بلوغت نرسیده، چقدر هستن که خدمت کردن برادرزاده های خود را و وقتی خودشان پیر و ناتوا شدن از برادرزاده ها خدمت گرفتن، برای خود خیر دیدن، ولی شده
یتیم عموما تحت تکفل خویشاوندان خودش میره، ظاهرا شما خدمت میکنید، سودی ندارد، لیکن در آخر برای شما سود دارد. به خاطر اون سود آتی چه در دنیا چه در آخرت شما باید الان رنج تحمل کنید. 4 تا یتیمن، مادرشون هم ازدواج کردی، پولهاشون هم حیف و مل نکردی، خب 4 تا در خانه یک سری اشکالات ایجاد میکنند، نظافت خانه رعایت نمیشه، آسایش خود انسان رعایت نمیشه، جیغ میکشه، یکی حالا گریه میکنه، نصف شب انسان از خواب بیدار میکنه. خب به خاطر منافعی که تو به این خویشاوندان خودت میرسی، لحظه این مشکلات را باید تحمل کرد. سوال میکنن نسبت یتاما که مخارج آنها را جدا کنیم یا مخلوط بگذاریم. شما بگه پیغمبر اصلاح یتیم بهتره. اگر در مخلوط کردن و انفاق کردن خیر یتیمه، شما مخلوط کنید و انفاق کنید، و اگر در جدایی خیر یتیمه، شما جدا کنید و انفاق کنید. 4 تا 5 تا یتیمن، مادری دارن، خب جدا باشه، خرج اونها بهتره، شاید کمل نشه، شما در محضور نباشید. ها اخوان یتیم در اصطلاح شریعت به اون بچه میگن که پدرش بمیره و او به سن بلوغت نرسیده باشه، مادرش بمیره او را یتیم نمیگن. ها حیوان اگر مادرش میره یتیم، بزغاله مادرش بمیره یتیمه، پسر دختر وقتی پدرش بمیره و به سن بلوغت نباشد یتیمه. اصلاح لکم خیر و ان تخالطوهم، اگر شما این یتیمه ها را، مال یتیمه ها را مخلوط کنید تو فلا حرج علیکم جزایش هست، گناهی نیست. چرا؟ که فاخوانکم، اونها برادران شما هستند. سبحان الله. در حال حاضر یتیمه، هیچ خیری از اون متوقع نیست، لیکن ماشاءالله 4 یتیم پرورش دادی، برادر زاده تو بودن، عمو زاده تو بودن، خواهر زاده تو بودن، خب پرده به نفع تو می آید در همین دنیا، نمی آید هر کس کنه. حالا اگر یتیم کسی دیگر باشد باز خود را ممنون احسان می دارند. ما بس خواهر زاده دیدیم برای خالوها خدمت می کنند و خود را ممنون احسان خالو می دانند. میگه این خالو زمانی که مادر ما مرد مثلا یا پدر ما مرد، این خالو برای ما خدمت کرده، خود را ممنون احسان می دانند. برادران شما هستند، در دنیا به شما نفع می رسانند، در حال حاضر ضعیف و ناتوانند، توانایی ندارند، 20 سال دیگر تو ضعیف و ناتوان میشی، اینها برای منفعت می رسانند. کم از کم جنازه تو را حمل می کنند، فاتحه تو را می خوانند، به اصطلاح همینه نه؟ اکثر خواهرزاده و برادرزاده و خویشاوند برای انسان نفع می رسانند. عموزاده والله یعلم علت جزا، چون که برادران شما هستند الله می داند آنهایی را که فساد می کنند از آنهایی که اصلاح می کنند. حالا چه کسی یتیم را ضرر میده، مال یتیم را حیف و میل می کند، و چه کسی به یتیم منفعت میده، مال پدرش را تجارت می کند و وقت بزرگ میشه بابا پدرت 1 میلیون گذاشت الان 10 میلیون در اختیار تو، این مغازه چقدر خوشحال میشه که 10 سال من هم خرج کردم و الان 10 میلیون کرده به من میده. او خود را اگر انسانی باشد تا آخر وقت ممنون احسان عمومی دارد. و بسیاری برادرزاده ها برای عموها یا بسیاری خواهرزاده ها برای خالوها فرزند میشه کاملا خیر میرساند. ولهذا الله تعالی مفسد و مصلح را میداند. اگر شما مخلوط میکنید و اصلاح در نظر اونم خدا میداند. نعوذ بالله مخلوط میکنید و همه از پول یتیم میارید توی آشپزخانه، اون هم خدا میداند. بله الله تعالی اگر میخواد شما را در مشکت میانداخت، دستور میداد که باید اضافه نکنید، جدا کنید یتیم را. خب حرجه برای دیگه جدا، خرج جدا، نفقه جدا، زیاد و کمه باید شما بخورید و پول بدید. خدا حکم میداد نه؟ خیلی سخت میشد. اگر خدا میخواد شما را در مشکت میگذاشت
به شما یک دستور اکیدی میداد، عمل نمی کردید هم معذب و عمل می کردید هم در عذاب. دیگه الان به اختیار شما. سود یتیم را در نظر بگیرید، در اختلاط سود مخلوط کنید و در جدایی سود شما جدا کنید، اختیار دارید. ان الله عزیز، قانون سخت نازل کند کسی نمیتواند چرا بگوید، و رحیم و حکیم است که قانون سخت ارائه نمیده، لذا شما باید اطاعت کنید. خب بعد مسئله دیگر صحبت کنیم. مشرکات ظاهرا خیلی خوشگل و خوشتیپه، لیکن درونشون کثیفه که شرک در آنها هست، بدعت در آنها. لذا ملا و مسلمان به خاطر ظاهر، به خاطر شوق و زیبایی ظاهر نجاست باطن را هم در نظر بگیر. نفس خوشحاله، رنگش خوبه، قیافش خوبه. الله تعالی میگه چون درون شرک آمریکایی ظاهرش خیلی قشنگه. این اروپایی ها غربی های صفحه تلویزیون میان چقدر خوشگل و خوشتیپن، لیکن درونشون نجاست شرک دارد، کفر دارد. به خاطر اون ظاهر نجاست باطن را هم در نظر بگیر. برای منفعت ظاهر اون کثافت باطنی اعتقادی شرکی را هم در نظر بگیر که فردا تو را یا بچه های از اون تولید شدن کافر میکنند و به جهنم میبرند. منفعت ظاهر را در نظر نگیر، اون نجاست را ببین، اجتناب از این منفعت کوچک، از اون ضرر بزرگ پرهیز کن. این منفعت را در نظر نگیر. لا تنکحوا المشرکات، نکاح نکنید زنان مشرکه را تا اینکه ایمان بیارن. گفت بابا یک کنیز سیاه رنگ مؤمن خیر من مشرکتین، از یک زنکه حره به اصطلاح خوشتیپ و خوشقیافه ولو اعجبتکم، اگر چه این مشرکات یا مشرکه جلوی چشم شما عجیب هم باشد، خیلی خوشگله، خوشتیپه، خوشقیافه، میگونه، لحظه فریب نخورید، از بیطل آن فریب نخورید، نجاست باطنش نگاه کن، اجتناب کن. و همچنین مشرکین سرمایه دارن، پول دارن، امکانات دارن. این دختر عفیفه را و این دختر پاک دامن را و این دختر تحصیل کرده علوم شریعت غرا را یا تحصیل کرده دیگه علومی را به خاطر ثروت یک بی ایمان نکاح نداره. او کافر سرمایه داره، پول داره، این مشرک پول داره، نبی نکاح. سبحان الله. ولا تنکحوا المشرکین، مردان مشرک را نکاح ندهید به دختران و زنان مؤمن و پاک دامن تا اینکه ایمان بیارن. البته یک غلام مؤمن که غلام هست تو هیچی نداره، خودش غلام هیچی نداره، لیکن مؤمنه، بهتره از اون مشرک آزاد و سرمایه دار. اگر که اون مشرک آزاد و سرمایه دارم برای شما خیلی عجیبه، ولا عجبکم به خاطر مال جمال. چرا؟ نتیجه هر دو، نه مشرکات نکاح کنید و نه به مشرکین نکاح بدهید دختران و زنان پاک دامن را. چرا؟ اولئک یدعون الی النار، ظاهرا ها زیبایی لیکن باطنشان با نجاست کفر و لحاظ شما را به کفر دعوت میدن که نتیجه کفر جهنمه. حالا نتیجه را ذکر کن، اونا که نمیگن برید تو جهنم، لیکن کفر ثمرش جهنمه. اینها دعوت به کفر آتش میدن. اولئک یدعون الی النار و والله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه. الله تعالی شما را میگه با مؤمنین سر و کار داشته باشید و مؤمنات، که مؤمنات شما را به جنت میبرن و الله تعالی هم شما را دعوت میده به طرف جنت و مغفرت به توفیق خودش، به اذنه، به توفیقی. و بیان میکند آیاتش را برای انسانان لعلهم یتذکرون، تذکر بگیرید. این مسئله پنجم هست از اون مسائلی که هم نفع دارد هم ضرر دارد. جایی که ضرر هست
خب نفع بزرگه، ضرر تحمل کنی، نفعش بزرگه. جایز نفعش زیاده و ضررش کمه، ضرر تحمل کنی. اکنون یکی دیگره، زن که حیضه، نفس کشش دارد نزدیکی، جوانه، تازه از سفر آمده، جوان ماشاءالله همیشه مستعده، نفس میخواهد لذتی، لیکن درون نامناسبه، آلوده، زیبایی ندارد. به خاطر اون لذت چند ثانیه‌ای خود را به اون مرضها و آلودگی‌ها آغشته نکنی، اجتناب کنی. مهیز محل حیض، مهیز خود حیض، خونی که ماهیانه می آید اون حیض هم میگن، مهیز هم میگن. و اینجا که مهیزه از محل حیض سوال میکنن. فرمود اینا یک اعضایی هستن، اذیت رسانن، آلودگیه، هم برای مرد ضرری هست و هم برای زن ضرری. و الله سبحانه و تعالی فرموده است شما را سوال میکنن و شما در جواب بگید که عزا هست. در ایام عزا در اونجا شما اجتناب بکنید، دور بشید، یعنی نزدیکی نکنید. رسول علیه السلام یهود و نصارا چه کار میکردن؟ زمانی که زنانشون حیض میشدن نه با آنها میخوردن، نه با آنها در یک اتاق میخوابیدن و نه روی یک رخت خواب. دین اسلام اینقدر نفرت بین زن و مرد ایجاد نکرد. گفت حق نداری که در قسمت شجره ممنوع دست بزنی، از ناف تا زیر زانو، این قسمت را حق نداری. دیگه اگه با تو غذا خورد بخوره، روی خواب خوابید بخوابه. لیکن پیغمبر تشریح کرد، از قرآن چنین معلوم میشه که خوب جدا میشه. لیکن رسول علیه السلام فرمود غیر از اون عمل قربان دیگه حالان دیگه همکاسگی و روی رخت خواب خوابیدن و یا دیگه استفاده این مسائلی نیست. حقیقت همون عمل را در محل عزا انجام نیست. سوال میکنه از شما پیغمبر از مهیز یعنی محل حیض یا خود حیض، مصدر میمیه، بگو این عزایی هست، شما جدا بشید، اجتناب بکنید از زنان در ایام حیض یا در وقت حیض و نزدیک آنها نرید برای همون عمل تا اینکه آنها پاک بشن. حالا تشریحه که کاملا پاکی اینها با غسل و با این طهارته. فاذا تطهرنا، وقتی قبل از 10 روز حیض قطع میشه باید غسل بکن. و اگر 10 روز کامل مریض شد و لحاظ تنبلی کرد، خب هنوز یک مسئله ای هست، تنبلی کرد و غسل نکرد. قرآن میگه فاذا تطهرنا، وقتی خوب پاک شدن، بعد از انقطاع حیض حمام کردند و دوش گرفتند و نظافت کردند، دو لحاظا الان اجازه دارید فاتو هن من حیث امرتکم، بیایید پیشین مزرعه خود از آن جایی که خدا به شما دستور داده است. الله دوست دارد توابین را و دوست دارد متطهرین را. سبحان الله، مسئله سختیه که جوانی در این ایام مریضی دست به خلاف قانون نزد، لیکن اگر دستی به خلاف قانون زد از رحمتهای الهی ناامید نشه. ترغیب توبه، همیشه این قانون را نقض نکنه. الله تعالی ترغیب داد که خدا توابین را دوست دارد، یعنی اگر خطا کردی و خود را به آلودگی ها زدی
دیگه استمرار نکنید، توبه کنید، معذرت خواهی کنید و باز ترغیب داد طهارت کنید و خدا اونها را که پاکی میخواهند اونها را دوست دارد. زن که خیانت میکند و مرد را مطلع نمیکنه که شجره ممنوعه، مرد چه خبر داره؟ این خاطر الله تعالی دو طرف را ترغیب میده به طهارت. الله تعالی دوست دارد آنهایی که طهارت میکنند، طهارت ظاهر میکنند، طهارت باطن میکنند. این خاطر ترغیب توبه هم داد و ترغیب طهارت هم داد. زن کوتاهی نکنه در نظافت و طهارت و حمام، مرد کوتاهی نکنه. و نعوذ بالله اگر قانون خدا را نقض کردند و نفس خود را راضی کردند استمرار نداشته باشند. باز قرآن عظیم الشان علت برای ما کم بیان می کند. سبحان الله. غالبا زن وقتی مریضه او نمیتواند که فرزندی متولد کنه. چرا؟ به خاطری که مریض میشه رحم معکوسه و دهنش بازه، این عذاب میآید و لحظا اون بذری که سبب میشود برای حاصل اون رایگان میگه، به اضافه ای که منجر به مرض زن و مرد میشه. تجربیات همین ثابت کرده، لیکن اون محصولش رایگان میده، در محل غیر مورد میریزه. دیگه به فرمان رب العالمین وقتی حضغت میشه، رحم هنوز دهنش بسته نشده، محصولش به ثمر میرسه. وقتی خدا از هر قطره ای که بخواهد انسان را خلق کنه او در رحم قرار میگیره و فرمان رب العالمین فوله میشه. دیگه تا 9 ماه تمام خدا دهنش باز نمیکنه. این قدرت رب العالمین. هیچ عمل مسلمان رایگان نده. با گفتن نساءکم حرث لکم الله تعالی دارد ترغیب میده که بذر را باید در محلش کاشت، در غیر محل نکارید. شما طلب اولاد دارید خب بگذارید تا پاک میشه و اون زمان غالبا الله تعالی اولاد به اون زنانی میده و به اونها میدهد که بعد از طهارت از حیض الله تعالی ولد میده. ایام ولد بعد از طهارت اون دیگر نطفه قرار میگیره و رحم دهنش به قدرت رب العالمین بسته میشه و تا فرزند پیدا نشه دیگه 2 مرتبه اون مریضی نداره. و این خون را از ناب برای تربیت اولاد خدا به کار میبره بعد از 4 ماه. از اون منبع این خدا وصل میکنه به وجود ما، از ناب این ارتباط میکنه. الله سبحانه و تعالی حکیم و لحاظا تعبیر کرد که زنان محل کشتزارند، لحاظا فاتو حرثکم الناشئتم، شما به محل زراعت بیایید به هر کیفیتی که خواست. النارا بعضشون بختا به معنی عینه میکنه و لحاظا مسئله دارند که اگر خدا دری را ببندد گشاید در دیگری. این برداشت آنها بسیار شوم است و خدای کریم با تعبیر نساءکم حرث لکم اون اعتقاد باطل را که نعوذ بالله از راه غیر مشروع کسی اطفاء غریزه کند، الله سبحانه و تعالی با تعبیر نساءکم حرث لکم رد کرد که آنجا محل حرث نیست.
محل کثافته و زمان حیض محل کثافت شد. این محلی که محل زراعته، بین خاطر از محل کثافت به محل زراعت باید شما بیایید. این تعبیر زیبای شرافتمندانه قرآن هست و خدا لا یزال. آنها واقعا خلاف عقلن و خلاف دانشن که نعوذ بالله از مسیر دیگر استفاده را میخواهند بکنند. و این گناه بسیار بزرگی دارد، باید اجتناب کرد. و قدموا لانفسکم، باید به تعبیری دیگر شما تقدیم کنید برای نفسهای خود. مقصد تنها اطفای غریزه نباشد، طلب اولاد بشه که اون اولاد برای شما هست، در حیات شما برای شماه و بعد از وفات شما اون هم عمل خیر شما. و قدموا لانفسکم. پس اگر در ایام حیض در محل که نجاست او را اشغال کرده و محل دیگر که برای همیشه محل نجاست، مسیر نجاست، قرآن گفت قدموا لانفسکم فاتوا حرثکم. تمام اون برداشته های انا به معنی کیفیت اختیار شما، اقبالان باشد، ادباران باشد، در حال خواب باشد، در حال هر حالتی که شما پسند کردید اجازه دارید، لیکن در محل باشد. حالا انا را به معنی کیف کردن فهمیدید نه؟ و قدموا لانفسکم واتقوا الله، از خدا بترسید در تمام احوال. وعلموا و یقینا بدانید که انکم ملاقوه، شما خدا را ملاقات میکنید. اگر شما در اسرار قانون خدا را نقض کردید و نعوذ بالله اون نفس خود را راضی کردید، در محل فرض آمدید یا در محل کثافت آمدید، از حدود الهی نقض کردید، هیچ کسی خوب متوجه نشد، کسی هم نمیداند. در دنیا سر شما مخفیه، لیکن خدا را چه کار می‌کنید؟ قانون خدا را نقض کردید. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، این نسخه خوف خدا هست، نسخه تقوا هست. بترسید از خدا، مقررات الهی را نقض نکنید. و نعوذ بالله مثل این کافرهای بی بند و بار و بی همه چیز خود را آزاد میکنن، نر با نر، و در هر مسیری که نفس خواهش کنید. تو نباشید، از خدا بترسید و ترس خدا را از این اعتقاد بیارید، یقین کنید که شما خدا را ملاقات میکنید. و بشر المؤمنین، آنهایی که حدود الهی را رعایت میکنند، قوانین الله را رعایت میکنند، در غیر محل نمی آیند، بدر پاشی نمی کنند، نعوذ بالله اطفای غریزه نمی کنند، اونها مؤمنند. بشر المؤمنین، بشارت بده مؤمنان، ترغیب دار. مؤمن خوف خدا را دارد و قانون خدا را نقض نمی کند. و نعوذ بالله اگر یک زمانی اشتباهی کرد و خطایی کرد و گناهی کرد، توبه استغفار می کند. اونجا فرمود ان الله یحب التوابین، اینجا هم فرمود بشر المؤمنین، اونهایی که باور دارند که ما به خدا ملاقات میشیم و اگر گناه دواما انجام دادیم، قانون خدا را نقض کردیم، ما را میپرسه. بشر المؤمنین، اونها که باور دارند، یقین دارند، آنها را بشارت بده. حلق بر ترک خیر، الله تعالی میگه قسم نخورید که جلوی خیر خوبی، قرار ندید خدا را یک مانی برای قسمهایتون، لام بر تعلیل به خاطر قسمهایتون. این لایمانکم لام برای تعلیلیه هست، به خاطر قسمها خدا را مانی جلوی نیکی تقوا قرار ندید. من قسم خوردم من در کاری اینها کار ندارم. چرا؟ تو ریش سفیدی، طرفین حرف تو را میپذیرن و تو میگی من قسم خوردم من کار ندارم. نیکی جلوی نیکی قسم، جلوی احسان قسم میشه داد آفتنی.
جلوی اصلاح قسم؟ من در کار اینا کار ندارم، من قسم خوردم. نه، خدا را مانی جلوی نیکی و جلوی تقوا، جلوی اصلاح بین الناس به خاطری که قسم خوردید قرار ندهید. متوجه است چی میگه؟ قرار نمیدید خدا حجابی به خاطر قسم های خودتان از نیکی و از تقوا و از اصلاح بین الناس. الله سمیع است، علیم، اراده های شما را میداند. شما ما قسم خوردیم، بی خاطر دخالت نمیکنیم که اینها خود را بیشتر بزنن و بیشتر نابود کنن. نه، اگر خدای نکرده کسی قسم خورده جلوی نیکی، قسم خورده جلوی اصلاح، قسم خورده خلاف جلوی تقوا، این قسم را بشکند، جریمه‌اش را بدهد و اصلاح بین الناس قرار ندید خدا را. باقی بیان قسم غموس نمنعقده. اگر شما قسمی خوردی، سه نوع قسم داری عزیزان من. یک قسم لغو، همینطور از ذهن انسان نام خدا در والله بالله، خب خدا به این نمیگه. یک قسم منعقده هست و یک قسم غموسه. غموس اینه که انسان برای یک کار گذشته عمدن خلاف قسم میخوره، کرده میگه نکرده، نکرده قسم میخوره که من کار کردم، میداند که نکرده. برای راضی کردن کسی دیگر قسم ناحق میخوره. این انسان در گناه غوطه خورده و دیگه کفاره این ندارد، باید توبه و استغفار کنه. اما همینطور کفاره مال میده که من نهان قسم میخوردم خدا من نگیره، نام خدا را به جلو آوردم. از شما حقی میخواهد و شما قرارداد بودید که بدید و دارید و نهان قسم میخورید که ندارد، تا او را خشنود کنید و از خود منصرف کنید. این گناه. دارید قسم میخورید ندارد، و بیچاره میگه خب نداره می خان. اگر ندارید که درسته، خدا میداند. و اگر داشته باشید و نهان قسم بخورید، این غموس در گناه غوطه خوردنه. باید توبه و استغفار بین خدا بکنید. شما نام خدا را در وسط آوردی، او را از خود منصرف کردید. کاری کرده ای قسم میخورید من این کار را نکردم، حالا این گناهه، لذا باید توبه و استغفار کرد. خب یکی هست منعقده، قسم برای امر آتی، قسم میخورید این کار را انجام بدید. حالا اگر انجامش ندادی شما میشوید حانث، باید کفاره قسم را بدید. قسم خورد این کار را انجام نمیدم، حالا خلاف کردید و اون کار را انجام دادی، شما شدید حانث، باید کفاره یمین را بدید. اینجا قسم، بیان قسم غموس نمنعقده، گرفت نمی کند شما را الله سبحانه و تعالی باللغو، یعنی قسم هایی که بدون اراده از ذهن لفظ خدا میاد در ایمان شما، لیکن شما را خدا میگیرد به مقابل آنچه که کسب میکنن دلهای شما. یعنی قسمی که شما عمدن دروغن قسم میخورید و خدا غفور و حلیم است، بر قسم لغو مؤاخذه نمی فرماید و حلیم است در مهلت دادن در غموس. اگر شما قسم خوردید و ناحق قسم خوردید و شما را گرفت نکرد، او حلیمه، سوی استفاده نکنید، فردا خدا شما را میگیره. حالا به مناسبت قسم مسئله ایلا بیان شد. ایلا چیه؟ للذین یولون من نسائهم. ایلا به معنای قسم هست، لیکن این ایلا تقریبا قسمی هست که نسبت بین زن و مرد انجام میده. حالا ایلا چهار صورت داره. مردی قسم میخوره زنش را میگه من نزدیک تو نمیایم، 4 ماه قسم خورد یا از 4 ماه بیشتر قسم خورد یا مدت را تعیین نکرد و تا 4 ماه نزد این زن نرسید. قسم خورد زنش را گفت نزد تو نمی آیم،
به تو نزدیک نمیشه تا 4 ماه یا بیشتر از تا 10 ماه یا 5 ماه جریمهش کرد، تنبیهش کرد، یا گفت نزدیک تو نمیاد و تا 4 ماه نزد این زن نرفت. 4 ماه گذشت. امام ابو حنیفه میگه یک طلاقی باینی بر این زن واقع میشه. چهار ماه گفت یا 4 ماه بیشتر گفت یا مدت تعیین نکرد، گفت نزدیک تو نمیام و 4 ماه گذشت. یک طلاقی برای این زن میاد، طلاق باینی. و امام شافعی میگه نه، بعد از 4 ماه بعد از 2 راه یکی رو انتخاب کنه، طلاق بده یا رجوع کنه. امام میگه نه، اگر در این 4 ماه رجوع کرد یعنی پیش زن آمد کفاره یمین باید بده، قسم را شکست دیده. و اگر تا 4 ماه نآمد که 4 ماه گفته بود یا بیشتر از 4 ماه گفته بود یا مدت را تعیین نکرده بود، لیکن تا 4 ماه نزد زن نرفت، این مرد این زن با گذشت 4 ماه خود به خود یک طلاق باین برایش میگه که عده بگذاره دیگه از این جدا میشه. طلاق باین معنیش حق رجوع هم نداره توی عده مگر زن راضی بشه و عقد از سر نو خوانده بشه. طلاق باین معنیش خب اگر قسم خورد که من 2 ماه نزد تو نمیام، 3 ماه نزد تو نمیام، تا این 2 ماه و 3 ماه نزد او نرفت، قسمی هم به گردن کفاره یمینی ندارد و زن هم از این جدا نمیشه. 3 ماه گذشت، بعد از 3 ماه رفت نزدیک شد، نه کفاره یمینی به گردنش هست و نه ایلا میشه و طلاقی واقع میشه. لیکن کسی قسم خورد که 4 ماه نزد تو نمیرم یا 2 ماه نزد تو نمیرم، قسم شکست، رفت نزد او، فقط کفاره یمین به گردنش هست. کفاره یمین را بحث میکنند که چیکار میخوانیمش. برای اون مردانی که اعلام میکنن از زنانشون انتظار 4 ماه فانفاو، اگر رجوع کردن توی همین 4 ماه نگذاشتن 4 ماه بگذره، 3 صورته، 4 ماه گفته یا از 4 ماه بیشتر گفته یا کمتر، لیکن مدت را تعیین نکرده. اگر رجوع کردن توی همین 4 ماه 4 ماه نگذاشت تو الله تعالی غفوره، گناه هنس قسم را بدهد، کفاره یمین را بدهد، خدا بخشنده و مهربان، حقوق خانم را ادا کند، مهربان. و اگر عزم کرد طلاق را، امام ابو حنیفه میگه یعنی توی 4 ماه نزد زن نرفت، خب این گویا عزم طلاق کرده، پس با گذشت 4 ماه امام ابو حنیفه میگه طلاق واقع میشه. امام شافعی میگه طلاق واقع نمیشه، باید خودش طلاق. الله سمیع و علیم است، قسم خوردگان را، اونا قسم خوردن آنها را هم شنیده و بر عزم آنها خدا آگاهی کامل داره. خب زنی که طلاق بهش رسید، حالا عدت بگذارانه، زنی که طلاق بهش میرسید از 2 حالت خالی نیست. شوهر به اون نزدیک شده یا تنها نامزدش بوده، بهش نزدیک نشده، خب عقد که خوانده میشه دیگه زن اون، ایجاب و قبول خوب شد، زنی ثابته. حالا اگر غیر مدخول به های عده نداره، اگر مدخول به ها هست یا در حکم مدخول به های، حکم مدخول به ها اینه نامزد ایجاب و قبول شده و شب تا صبح در اتاق مجزا با هم زندگی کردن، این در حکم دخوله. حالا ما بلوچه ها رسم ما اینه که البته رفضای بلوچه های قدیم و الان نمیدانم در شهرها چطور رسمه، اگر خلوت صحیحه بوده این در حکم مدخول به های، ولو هم که یکی صوفی باشد و صبح تا ظهر
تا صبح، شب تا صبح همه ذکر کنه. لیکن در اتاقی که معنی موجود نبوده، اتاق مجزا جدا، اون هم در حکم مدخول بها. حالا اونی که غیر مدخول بها هست عده نه، نامزد را طلاق داد، بلوچیه و هیچ ندیده و بلوچه ما هم رسمشون اینه که وقت نامزدی میشه اصلا نمیبینن دیگر، فراری میشه. تو خب اون وقت طلاق داد نامزد را عده نه. و اگر مدخول بهای حقیقتا یا حکما، حالا از دو حالت خالی میشه، حامله یا غیر حامله. اگر حامله تو عدهش وضع حمله، غیر حامله باز از دو حالت خالی نیست. کسی هست که حیض میشه یا حیض نمیشه. حالا حیض نمیشه چند صورت داره؟ اصلا حیض نمیشه چون کوچولوه، یا پیر زاله امکان حیضش نیست، یا زنیه که جوانه لیکن حیض نمیشه. بعض زنان اصلا خود به خود قدرتا حیض نمیشه، پس او 3 ماه. و اون زنی که حامل نیست مدخول بها هست، حیض میشه. حالا مدت حیض شرطیه 3 نوبت حیض نزد امام ابو حنیفه و نزد امام شافعی 3 طهره. خروج جمع کر هست، هم عرب حیض را هم کر میگه و هم طهر را. امام شافعی رحمه الله طهر گرفته، عدت با طهره و نزد امام ابو حنیفه با حیضه. چون طلاق در طهر داده میشه همه میگن، لحظه پشت سر 3 تا حیض که گذشت، حالا مدت 3 حیض هر چقدر طول میکشه. 3 ماه طول میکشه که هر ماه 1 مرتبه حیض میشه، یا گاه یک زنی هست طولانی حیض میشه. حیض میشه تا 6 ماه دیگر حیض نمیشه، لحظه ایده او طولانی 3 حیضه 10 روزی هم. خب اگر زنی شوهرش میمیره باز از 2 حالت خالی نیست. اگر حامل وضع حمل ایده او و اگر حامل نیست، این متوفانها زوجها باید 4 ماه انتظار بکشه، حیض اونجا در کار نیست. خان نامزده، حالا نامزد کسی میمیره، ایجاب و قبول شرعی اسلامی شده، نامزد هم باید 4 ماه بشینه. مثلا اینجاه اونجا تربص 4 اشهر و عشرة، نامزدش مرد تا 4 ماه باید عده بگذارنه، سود هم بگذارنه، شوق بوک نکنه. خب المطلقات، این همونه بیان عده مطلقه مدخول بها حقیقتا یا حکما، غیر حامل و غیر آیسه، همه این چیزها نوشته. اونها انتظار بکشن، بند کنن نقصهای خود را از نکاح دیگر. 3 قروء نزد امام حنیفه قروء به معنی حیضه و نزد امام شافعی به معنی طهره. و حلال نیست برای این زنان که کتمان کنه آنچه را که پیدا کرده الله تعالی در ارحام اینها. حمله بگن، حیض را هم بگن. گاگا یک زنی میگه من حیض نشدم، یعنی توی عده باشم، عده من نگذره، شاید مردکه رجوع کنه، طلاق رجعیه. نه، الله تعالی میگه باید بگوید کتمان نکنن. حلال نیست برای این زنان که کتمان کنن آنچه را که پیدا کرده الله تعالی در ارحام اینها، حیض یا هم. اگر اینها ایمان دارن به خدا روز آخر، مقتضی اظهار ایمانه. و این خب زن طلاق رجعی داده شده، 1 طلاق 2 طلاق، اینها رجعیه. رجعی معنیش اینه سروران گرامی که شوهر اختیار دارد هنوز عده نگذاشته رجوع کنه، زن راضی بشه یا نشه رجوع کنه. الله تعالی میگه مردهایی که طلاق دادن حق رجوع را دارن، دیگه کسان نمیتونه تو عده. این حق خالی از تفصیله، یعنی شوهرانی که طلاق رجعی دادن حق رد آنها را در این مدت عده دارن، اگر اراده اصلاح کنن، نه اراده زن. مرد اگر خشم کرده طلاق داده، طلاق رجعی داده، 1 مرتبه گفته تو طلاقی یا 2 مرتبه با لفظ صریح، حالا زن دارد عده میگذرانه.
این مرد بدون رضایت زن میتونه رجوع کنه که من رجوع میکنم. 2 هفته جدایی الان برایش فشاره نه؟ حالا زن هم که 2 هفته جدا شده کمی کم زبان خود را اداره میکنه، مرد هم اراده کنن رجوع کنن. الله تعالی میگه حق شوهرها حق دارن که رد کنن این زنان را در همین عده بدون تشدید نکاح. اگر اراده اصلاح دارن به شرطی که طلاق رجعی باشد، در نفس و در وجوب اراده اصلاح دارن، خب الله تعالی میگه زنان هم حقوقی دارن همانطوری که مردان حقوقی بر زنان دارن. مرد باید حقوق زن را ادا کند، زن هم حقوق مرد را ادا کند. لهن برای زنان مثل آن حقوقی که بر سر زنان هست برای زنان هم حق هست. لهن برای زنان حقوق هست مثل آن حقوقی که بر سر زنان هست برای مردان به طریق معروف موافق دستور شرعی. یعنی زن هم حقوق مرد را ادا کند و مرد هم حقوق زن را ادا کند. این نیست که مردان بگن ما حق داریم و زنان را بگن شما حق نداریم. نه، هم زنان حق دارن و هم مردان حق دارن. حق مردان بر زنانه و حق زنان بر مردان. بگه موافق دستور شرعی. خب ولی رجال علیهن درجه. البته حاکمیت را خدا برای مردان داده، اختیار طلاق به دست مرده. زن 1000 مرتبه مرد خود را بگه تو طلاقی صداش به باد میره و مرد اگر 1 مرتبه بگه تو طلاق 1 طلاق، 2 مرتبه بگه تو طلاق 2 طلاق، 3 مرتبه بگه تو طلاق. این حرف مرد را خدا قوت داده و حرف زن را قوت نداده. این تقسیم را خدا کرده. للرجال علیهن درجتون. برای مردان بر سر زنان درجه هست. حق طلاق، حق رجوع. مرد طلاق رجعی داده، زن نمیتونه رجوع کنه. خود را بیاره دست و پای شوهر بیاندازه، بگیره یقه شوهر را که من رجوع کردم برد. نه، لیکن مرد که طلاق رجعی داده میتونه لحظه ای که خواهش کرد رجوع کنه، تو لحظه تماس برقرار. این خدا هست، این حق را به مرد داده. حق رجوع مال مرده، حق طلاق هم مال مرده. مرد میتونه طلاق بده، مرد میتونه رجوع کنه. این حق را خدا داده به مرد. للرجال علیهن درجه. او والله عزیز هست، در تعیین قانون توانای، حکیم در رعایت مصالح. توانا و دانا این قانون را وضع کرده. هیچ خانمی حق شرا نداره، ارتش شرا نداره. خدا حرف مرد را اثر داده و حرف زن را هیچ اثری. زن میتونه مردش را طلاق بده یا رجوع کنه؟ نه، مرد میتونه هم طلاق بده هم رجوع کنه. هم طلاق داده اثر گذاشته حرف او و الان میگه که من رجوع کردم. خانم هرچی پر کنه، نه، رجوع قولی بکنه که من رجوع کردم، یا رجوع عملی کنه. رجوع عملی چیه؟ به آغوش بگیره. رجوع عملی. بعد اون طلاقی که رجوع دارد در عده، مرد حق رجوع دارد، او الطلاق مرتان 2 نوبت. حالا زن عده میگذرانه، نزدیک عدهش تمام بشه با طور یا حیض. الله تعالی میگه اگر شما خواستید رجوع کنید امساک به معروف کنید و اگر نخواستید یا برای ضرر دادن بیچاره یک شب رجوع کنید دیگه 2 مرتبه طلاق بده بیچاره دیگه 2 مرتبه عده بگذارن. نه، اگر میخواهید نگهداری کنید رجوع کنید در عده، امساک به معروف کنید یا بگذارید بیچاره که عدهش میگذره باین میشه، وقتی که باین شد تو به حق رجوع نداری.
ها زمان حق رجوع هست که زن راضی بشه تو را بگیره و تو هم راضی باشی او راضی بشه، مهر مجددی حضرت تعیین بکنه، امام مسجد را بخواند، خطبه مجددی بخوانه، 2 مرتبه میتونه. طلاق رجعی اجازه و قاضی و مهری نمیخواد. باید اگر همین زن را 1 طلاق داد توی عده حق رجوع دارد، این رجوع نکرد، زن 3 حیض پیدا شد، ذات حیض بود، عدهش گذشت، حالا می شود این زن باین بعد از 4-5 ماه حالا میخواد 2 مرتبه رجوع کنه. زن باینه. زن باین معنی اینه که بعد از عده میتونه شوهر دیگر نکاح کنه و هم میتونه همین مرد بعد از گذشت عده حق رجوعش که نیست اون زن را راضی بکنه. حالا تو هم رفتی شوهر خوبی گیر نآوردی، من هم زن خوبی گیر نآوردم، زنی که من گرفتن درد هیچی نمیخوره، میخواهی که ازدواج کنی. اگر زن راضی شد با عقد جدید، با مهر جدید، با ایجاب و قبول جدید، میتواند باینه، بعد از گذشت عده باین میشه، یا طلاق به صورت ایلا باشد هم باینه، یا طلاق با کلمات کنایی باشد هم باینه. در عده شوهر میتونه رجوع کنه با عقد جدید، طلاق باین داده با کلمات کنایی. در عده با عقد جدید هم میتونه نکاح کنه، بعد از عده با عقد جدید میتونه نکاح کنه. بعضی کلمات طلاق باین میاره، کنایی. زن را میگه به طور مثال تو مادر و خواهری و نیت میکند طلاق، این زن طلاق باین میشه. چی میشه؟ طلاق باین. 1 مرتبه این کلمه را بود. در عده هم میتونه رجوع کنه با عقد جدید و ایجاب و قبول جدید و رضایت زن و بعد از عده هم میتونه. طلاق که رجعی 2 تا هستن، یا امساک کنه به معروف تو عده، یا ویل کنه به احسان، یعنی تو عده رجوع نکنه تا زن با گذشت عده جدا بشه. حلال نیست برای شما که بگیری از آن که دادید به این زنان چیزی. خود شما نمیخواهد که این زن را نگهداری کنید، مهری دادید یا مهرش به گردن شمایه، بدید و بیچاره را طلاق بود. شما نمیخواهید زن را نگهداری کنید، بیچاره را شوی میکنی به اذیت و آزار، میزنی میکوبی تا اینکه او از حق خودش منصرف بشه و شما خدا میگه این کار را نکنید. لا تاخذوا، نگیرید از اون زنان، حلال نیست برای شما که بگیرید از آن که به این زنان دادید مهر و نفقه چیزی را. ها زن ناشده، زن با شما نمیخواد زندگی کنه، ثروت شما را گرفته، 10 میلیون مهر گرفته، یا به اصطلاح بلوچان لب گرفته. لب که همیشه چیز مرجویه. 10 میلیون مهر گرفته و الان میگه من یک پولدارتری را یا زیباتری را از نظر پوست میخواهم. همین قادین 10 میلیون شما را هم زیر بزنه و بره یک زیباتری را بگیره و او شد ناشده. شما میگی نه، طلاق زمانی که پولکای ما را بگید. اینه میگن در شریعت خلع. یعنی من شوهری را گذاشت، رفت شوهری دیگر نکاح کرد، دید که مدیریت اون شوهر اول بهتره، این شوهر دیگه گفت خیری نداره، ما وجدته الا که خطبت صحابی، در محضر رسول الله همینطور شکایت کرد. حالانکه اینطوری نبود، لیکن حتی مدیریت اولی را بهتر تشخیص داده بود. اینطور کرد. پیغمبر با میخوای برگردی؟ گفت ها، این خطمون از این خود را بگیرش، از ثانی برگرده به همون اول.
و پیغمبر امکان ندارد باید اصل تو را و اصل او را بچشه و اون باقی که به داده مارونه هم پس بدی. بیچاره رو ویل میکنی؟ تو الان مسئله خل هست، زن خودش نمیخواد با شوهر بشینه، حالا حاضره که هر چی گرفته از شوهر پس بده. الله تعالی میگه بله جایزه شوهر پول خود را پس بگیره و مهر او را با طلاق بده. اینطور جایز نیست که بگه اون زن نمیخواد با این بشینه، داده 10 میلیون میگه باید 10 میلیون اینجا بگذاری تا طلاق بده. خدا میگه نه، زیاده روی نکن، هم استفاده را تو کشیدی بیچاره را و هم پولی که دادی بگیر. این اضافه از پول گرفتن مکروه است. اندازه‌ای که داده بگیره جایزه و اون هم زن حاضره که 10 میلیون پس بده و جان خود را از این جدا کنه. حالا یک 15 میلیونی در مشتری پیدا کرده سود میکنه، 10 میلیون اینجا میده، 5 میلیون هم باز تو جیبش میمانه و به مرادش به اصطلاح خودش و به تصور خودش و به خیال خودش دون هم میرسه که میخواد نفسش. حلال نیست برای شما مردان که بگیرید زانچه به آنها داده اید، اذیت و آزار کنید و بگیرید. میخواید طلاق بدید طلاق بدید، هم حسابش هم بدید. الا یخافا، اگر خوف داره زن و مرد که اقامه نمیکنه حدود خدا را، یعنی زن با این شوهر راضی نیست که زندگی کنه، اینه حدود خدا را. تو پس اگر ای حقا شما احساس کردید که این زن و مرد با هم حقوق را رعایت نمیکنن، زن نمیتونه با این مرد زندگی کنه یا مرد نمیتونه زندگی کنه به خاطری که این زن مثلا عیبی داره نمیشه زندگی کنه. اگر شما احساس کردید ای حاکمان که لا یقیما حدود الله، این زن و مرد حدود خدا را نمیتونه رعایت کنن، تو گناهی نه بر زن است و نه بر مرد در آن مالی که زن فدیه بدهد آن مال را، بر مرد گرفتن آن مال که داده مهر، یا به حیثیت دیگر بر مرد هم گناهی نیست که مالها را بردارد و بر زن هم گناهی نیست که مالها را پس بده، فدیه بکنه. نیست گناهی در گرفتن مال و دادن آن. مرد میگیره زن میدهد به شرطی که از مهریه پرداخت شده بیشتر نباشند. 10 میلیون داده میگه باید 15 میلیون بده طلاقش میده. این 5 میلیون مکروه تحریمی، اندازه ای که خرج کرده بگیره جایزه. طلا داده پول داده اونها را بگیره، زن بدهد آن طلا و پولها را که مرد داده. برای زن هم گناهی نیست که میدهد و برای مرد هم گناهی نیست که بر میداره، گناهی نیست. این را میگن خلع در اصطلاح کتب فقهی. اینها حدود الهی هستند، تجاوز نکنید از قوانین الهی و هر کس تجاوز میکند از حدود و مقررات الهی فاولئک هم الظالمون، اینها ظالمند. خب اگر مرد طلاق سوم را داد، 2 طلاق داد رجوع کرد، خشم کرد و طلاق سوم را داد یا 3 طلاق را پشت سر هم داد در یک مجلس، پس این زن میشه مغلظه. دیگه مرد نه حق رجوع را در عده دارد، نه بعد از عده، نه با عقد جدید. دیگه این زن از این قطع شده 3 طلاق گرفتی، مغلظه میشه. و این مرد با اون زن نه حق رجوع دارد نه حق نکاح جدید، نه در عده و نه بعد از عده. یک صورتی هست که این زن مطلقه عده بگذراند، بره شوهری دیگر نکاح کنه و اون شوهر از اصل او استفاده کنه و او از اصل شوهر مجددا اگر شوهر ثانی طلاق داد برای این شوهر اول جایز میشه که نکاح. فان طلقها، اگر طلاق داد 3 مرتبه، حلال نیست این زن برای این مرد هیچ عنوان، نه در عده نه بعد از عده. بعد از طلاق 3 حتی این زن بره نکاحی بکند، تنکح زوجا غیره، نکاح را به زن مسرد کرد، به خاطر این که بعد از زن بیوه گویا حق نکاح خود را خود دارد و زبان خودش دارد.
حتی نکاح کند و حتی بعض مردم معنی این کردن نکاح اشاره است که اون شوهر ثانی با اون نزدیکی کنید. تنکیه را تو تعمانه کردن شوهر دیگر را و آن شوهر حتما باید از اصل و استفاده. تنها به نکاح حلال نمیشه. زن مغلظه برید فقط یک شوهری را نکاح کنه ایجاب و قبول کنه، تنها به ایجاب و قبول که در حقیقت نکاح همین میگن او حلال نمیشه برای شوهر اول. باید شوهر ثانی اصل او را و او اصل دیگر به تعبیر حدیث بمکن باز میتون. فان طلقها اگر طلاقش داد شوهر ثانی تو گناهی نیست بر سر این شوهر اول که طلاق داده مغلظه و برزن که رجوع کنن و مرتبه دوم نکاح کنن اگر گمان کردن که حدود الهی را رعایت میکنن. تا میشه زن فکر کرد که خب این شوهر خوبی نبود، من خود را از این گرفتم، رب دید نه بابا اون جایی که من تم خوبی کردم هیچ چیزی نیست، خود را گرفت و برای شوهر اول که بیچاره از اول مشتریش بود در صورت خل یا طلاق داده بود بر سر خشم و ناراحتی، اگر حدود الهی را میخوان رعایت کنن خدا ترغیب میده که رجوع به خاطر اجرای حدود باشد. و تلک حدود الله، بعد اینها قوانین الهی بیان میکند اینها را برای قومهایی که میدانند مستفید من الاحکام عالمند. خب باز الله تعالی نهی از لعب به احکام میکند. زنی را که شما طلاق دادید یا رجوع به خوبی کنید یا بگذارید. ببینید گاهی مردم طلاق میدن عده نگذشته رجوع میکنن، باز طلاق میدن عده نگذشته رجوع میکنن، پس این بیچاره زن را در 3 عده هلاک میکنن. خدا میگه ببینید قانون منم نقض نکنید، رجوع برای طلاق مجدد نکنید. وقتی شما طلاق دادید زنان را و اون زنان رسیدن به اجل خود یعنی به انقطاع و نزدیک، اینجا به قرب اجل مانه، پس یا امساک کنید به خوبی یا ولشون کنید به خوبی. انفاق به خوبی اینه که 2 مرتبه رجوع کردی زن شما را نگهداریش کن. شما از اول دیدید طبیعت او را اخلاق او را، امساک کنید و به خوبی نگهداری کنید، یا رجوع نکنید ولشون کنید به خوبی موافق قانون شرعی. لیکن بند نکنید، رجوع نکنید آن زنان را برای ضرر دادن. نتیجه اینه که شما متجاوز حسابی لطاعت دولان برای اثبته. بیچاره یک طلاق داده عدهش میخواد تمام بشه و باین بشه، شما رجوع میکنید، بعد این طلاق میدید 2 مرتبه این بیچاره عده میگذارن نزدیکه که جدا بشه، شما رجوع میکنید. خب این دیگه تجاوزه. به جای یک عده باید 3 عده برای شما بگذارن. این کار را نکنید. طلاق هم باید در اسلام طلاق رجعی باشه. یک طلاق بگذارن حیث بشه، طهر دیگر آمد، حالا رجوع کنن هم خوبه، نکنن بگذارن. طلاق 3 طلاق در یک مجلس طلاق بدعت. یک طلاق بعد عده یا رجوع کنه یا بگذارن تا که بگذاره بیچاره. خب با یک طلاق جدا شد، هم به نفع زنه هم به نفع مرده. اگر بعد از مدتی خواستن رجوع کنن حق رجوع دارن با رضایت طرفه. 2 طلاق رجعی دادن، هم توی عده رجوع نکرده عده گذشت، زن باین میشه، جدا میشه، حق نکاح در جای دیگر هم داره. این مرد اگر خواست نکاح کنه زن را راضی میکنن، زن هم راضی میشه، مرد هم راضی میشه، نکاح برقرار میشه، راه بسته نیست. به هر حال طلاق رجعی. ولی متاسفانه امروز همه طلاق بدعتی میگن. 3 طلاق را ردید میکنه مردک، فردا گلوش خشکه، این قاضی اون قاضی. حضرت عبدالله ابن عباس فرمود که طلاق میدید بدعتی. و بیا بعد میاد یا ابن عباس یا ابن عباس یا ابن عباس. ابن عباس چی کار کنه؟ 3 طلاق نمیدادی؟ راه برای تو بود، ابن عباس هم میتونست برای تو کاری کنه. الان که 3 طلاق دادید و آمدید پیش این مفتی و آن مفتی و گلو خشک و چرا خلاف بشه؟
اگر خواستی زنکه را تنبیه کنید یک طلاقی بسش بود. 3 طلاق یک جا این درست نیست. اگرچه احناف علما همه قائلن که 3 طلاق در یک محل واقع میشه اگر کسی میده. و من یفعل ذلك، کسی این ضرردگی را و تجاوز را بکند او بر خودش ظلم کرده در آخرت. و الله تعالی میگه لا تتخذوا آیات الله هزوا، شما آیات الهی را مسخره نکنید، از این قوانین الهی تو استفاده نکنید، بی وقت باشن. اگر خواستید عمل کنید و اگر نه اونطور نیست. پابند قوانین الهی باشید. واذکروا نعمت الله علیکم، نعمت الهی را که بر شما ارزانی داشته خوب یاد کنید و آن دستوراتی را که نازل کرده بر شما از کتاب خوب اینا را یاد کنید، مقررات الهی را و الحکمه یاد کنید. نعمت الهی را شما را حاکم کرده، اختیار طلاق را، اختیار رجوع را، الله حاکمیت را به تو داده است ای شوهر. این آقایی که خدا به تو داده از این آقایی سے استفاده نکن. 3 طلاق، 3 رجوع، 3 عده ظلم. یک طلاق دادی که رجوع کردی نگهداری کن دیگه، اراده تا نگاه کن. هم میگه خواب امروز نیازمندم رجوع میکنم، 2 ماه جدا بودم غریزه فشار آورده، امروز رجوع میکنم، فردا 2 مرتبه یک طلاق دیگرش میدم یا 2 ماه دیگه یک طلاق میدم، اون بیچاره را حلاف میکنی. اونطور نکن. این نعمت خدا بوده من تو را حاکم کردم. حق طلاق و نکاح را ببخشی، حق طلاق را و حق رجوع را من به تو دادم. این نعمت الهی نه، یاد کن و یاد کن ما انزل الله علیکم من الکتاب والحکمه. خدا شما را نصیحت میکنه به این چیزها. بترسید از خدا، عمل کنید و بدانید که ان الله بكل شیء علیم. الله تعالی به هر شی دانا است. من جمله شما چه عملی میکنید؟ آیا از این اجازه الهی سوء استفاده میکنید یا نه حدود الهی را رعایت میکنید؟ حالا زنی که طلاق بهش رسید از نظر مهریه، مهرش تعیین شده و طلاق رسیده یا نه؟ اگر مهرش تعیین نشده، ایجاب و قبول شده، مهر تعیین نشده تو شما طلاق دادی، یک دست لباس واجب گیرید مطابق طاقت خود. اگر طاقت متر 30,000 تومانی دارید و 30,000 بدید، 3,000 دارید و 3,000 بدید، مطابق طاقت یک دست لباس دادن لازم. اون زنی که طلاق رسیده غیر مدخول بها هست و مهرش تعیین نشد، زنی که طلاق گرفته، طلاق شده، حالا از 2 حالت خالی، مهرش تعیین از 2 حالت خالی نیست که مدخول بها هست یا غیر مدخول بها. اگر مدخول بها هست تو کل مهر باید، غیر مدخول بها هست مهرش تعیین نصف مهر باید. قرآن عظیم و شان همین چیز را میگه. وقت زنان را طلاق دادی، اگر شما زنان را طلاق دادی تو پس این زنان رسیدن به تاریخ خودشان، عده گذشت. اینجا اجلهن، این مسئله که من دارم میگم پشت صفحه است، این صفحه فقط اینه که زن عدهش گذشته. گوش کنید، گاه این بعض مردا اینقدر ظالم میشن، زن عده را گذرانیده، هر کسی که میخواهد بره شوهر بگیره، شوهر را جدا تهدید میکنن و زن را جدا تهدید میکنن. اگر تو شوهری گرفتی پدرت در میاد، تو چی کار هستی؟ تو طلاق دادی بیچاره را، عده حق تو بوده گذرانیده. حالا اگر کسی خطبه میکند برای او کاسدی میکند، هم جلوگیری میکند. خود زن قدریبه، توانایی نداره، تهدیدش میکند. تو باید همینطور بدون شوهر بمانی. تو چی کار هستی؟ این کار را میکردن، عرب ها این کار را میکردن. زن من بودی نه، حق نداری کسی را بگیری. او بیچاره را تهدید، پدرش تهدید، برادرش تهدید، هر دم که خطبه میکنن
تهدیده این زن من طلاق دادن، کسی حق نداره بگیره. خدا میگه ظالم این کار را چرا نمیکنی؟ او حق تو عده بوده گذرانیده. پس اینجا مراد از اجلهن انقضاء عده. وقتی شما زنان را طلاق دادید و اون زنان رسیده به تاریخ خودشان، شما مانع نباشید این زنان را از نکاح کردن ازواج. اذا تراضوا و گاهی پدرها نمیگذارن، دختر طلاق گرفته عده گذرانیده یا بیوه هست طلاق گرفته عدهش گذشته، طلاق رجعی بوده یا طلاق باین بوده، حالا این زن طلاق رجعی عده گذشته باین شده یا طلاق باین بوده، الان زن و مرد میخوان رجوع کنن، پدر و برادر عموما یا طلاق رجعی باین بوده یا از اول باینه، حق رجوع دارن. پدر و برادر نمیگذارن که این زن با شوهر ازدواج ثانی بکنه. این بسیار ظالمانه رخ داده. یا اینکه این زن مغلظه بوده رفته شوهری دیگر گرفته، اون شوهر طلاقش داده، مجددا میخواد با شوهر اول نکاح کنه، پدر و مادر جلوگیری میکنه، نمیگذاره. یه برای ما شرمندگی، تو را اول طلاق داد، حالا دو مرتبه برای تو رجوع میکنه، عموما میگذاره نمیگذاره. پدران برادران این زن را نمیگذارن، طلاقش باینه، حق رجوع دارن. یا طلاق مغلظه بوده، اون شوهری دیگه گرفته طلاق شده، حالا شوهر اول میخواد نکاح کنن، عموما نمیگذارن، راضی نمیشن. الله تعالی میگه نه، حق مانعیت نداری. زن میخواد شوهرش بگیره، برایش جایز، خدا جایز کرده. قرآن حتی این نمیگه که این زن با اون شوهر طلاق باین بوده، رابطه داشته، بین زن و این مرد ارتباط بوده، شما مانع میشید زنته میره شوهر، رابطه برقراره، آشنایی هست، لباس یکدیگر بوده اند و اگر شما جلوگیری میکنید نعوذ بالله این زنته روی خود را سیاه میکنه، مردکم روی خود را سیاه میکنه، ارتباط برقرار بوده، هیچ معنی نداره. بگذارید تا آن زنکا مایلن شوهر مطلقه باین را یا مغلظه را و راه درست شده نکاح کرده بگیره، ورنه شما مانعت میکنین زنکا میره برقرار میشه، رسوا میشه در دو دنیا. الله تعالی چیزی باید بیانی داره. مانع نباشین زنان نکاح کردن ازواجهن وقتی اینها راضی، خصوصا بیوه. زن بیوه وقتی میخواد شوهری را نکاح کند اولیا ممانعت میکند. الله تعالی میگه این دیگه کار بده، زنشه بیوه راه دیده و تجربه کاره، میره اونه که میخواد با وصل میشه، شما را نمیپرسه، پرده رو سیاه میشی. یا از راه مشروع میره نکاح میکنن، میرن دفتر ازدواج زن و مردی با هم میخوانن که زن عقدش صیغه موقت و هیچ در تهران هم هر جا بری زن و مرد خود را نکاح میکنن، دفترچه ازدواج صادر میکنن، با شما شرمنده بکش زن و چرا نبودایت بگیره، هم بدبخت میشید، رسوا میشید، خود بهتره که بگید بگذاری، مانع نشید. وقتی خوشنودن شما راضی بین خودتان، کفن چیزی نیست. ها اگر زن میره کسی را میخواهد بگیره که با او برابر نیست، برای پدر برای برادرش صاحب ننگه، برای یک انسان بی شرافتی را نکاح کنه. اذا تراضوا بینهم بالمعروف، شما خوشنود باشید، زن آماده بگیره، شوهر آماده بگیره، شما هم با هم همسر و همریشید، همه بلوچا همسر و همریشید دیگر بگذاری. ذالک این که شما مانع نباشید، به این مسائل خدا نصیحت کرده می شود، به این مسائل نصیحت کرده می شود کسانی که از شما ایمان به خدا روز آخر دارند. ذالکم این نکاح مجدد با همون شوهری که طلاق داده یا جای دیگر، از کا لکم خیلی پاکیزه است برای شما، سخن پاکیزه، اطهر
از نظر عمل، از نظر من. خب این برای شما بهتره، هم پاکیزه تره هم بهتره. اون بیوه میخواهد بگیره شما نمیگذاره، این ربط و آمد میکنه، همسایه میگه بابا این همون شوهر طلاق داده حالا بازار ربط و آمد کنه پیشره. دوتا غریزه به جوش میان عمل روسیاهی را انجام میده. بهتره که نکاح کنن. بسیاری موارد پیدا شده ما خودمون متوجهیم که نگذاشتن بیوه نکاح کنه، بیوه با همون شوهر فرار کرده و رفته، خب رسوا شد. حالا شوهرم میکشید رسوایی، زنم میکشید رسوایی، بدنامی آمد. خب الله تعالی میگه اسکالکم و اطهر، از نظر سخن هم برای شما پاکیزه تره و از نظر عمل هم برای شما طهارت. مرد که با زن که رابطه داشته سالها، زن و مرد بودن، بچه در میان آنهاست، بچه هم دارن. مرد که به بهانه دیدن بچه میاد از مادرش هم استفاده میکنه، خب بدنام میشی. بگذارید خدا میگه نکاح کنن. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله میدانه شما نمیدانی. زن بیوه تمایل داره شوهر طلاق دهنده خود را که از نظر شرعی مانع نیست، باینه، طلاق باینه، خدا میداند بهتره. شما نمیگذاری زن ضد میکنه، برادر نمیگذاره همیشه با خانمش جفته. خب خواهر میگه تو با خانمت همیشه جفتی، من نمیگذاری با پدر بچه هم برم جفت بشن، روز را سیاه میکنه، یا از راه ناجایز یا از راه جایز. خب این برادر هم همیشه خجل بشه، پدرش همیشه خجل. خب عقد بکنن، خجلی نداره، همهشون راضی، ملاها هم جایز کردن، برای دو طرف خوبه. اطهره، اتقاه، هیچ کاری هم نکنه مردم تهمت میزنن، نمیزنن. مرد که ربط تهمت داره تهمت میزنن، خب اتقا که نشو، زبان مردمش ما نمیتونی. خب ایجاب و قبول بشه، نکاح بشه، حالا ربط تهمت مسئله ایده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.